درست کنید و از خوردنش کنار عزیزاتون لذت ببرید. امروز اومدم با آموزش جوجه چینی، یه غذای فوق‌العاده خوشمزه و به خصوص برای بچه‌های بدغذا. فیله های مرغ رو همراه با سس مایونز، روغن، زعفرون، پیاز، نمک، آب لیمو مزه‌دار می‌کنیم و چند ساعتی کنار می‌ذاریم. برای مایه خمیری یه عدد تخم مرغ، یه لیوان دلستر، از هر طعمی که دوست دارید. طعمش مهم نیست. نمک، فلفل، روغن، آرد و بیکینگ پودر با هم مخلوط میکنیم. فیله های مرغ رو اول داخل آرد و بعد داخل مایه خمیری میغلطونیم. روغن باید داغ باشه و حرارت خیلی کم تا حسابی فیله های مرغمون مسلوق بشه. غذامون فوق‌العاده خوشمزه و لذیذ میشه. انشاءالله درست کنید و از خوردنش کنار عزیزاتون لذت ببرید.